با سلام و درود به همه شما دوستان عزیز کانال اوری فک. تا به حال شده بخوایم به این موضوع فکر بکنین که زیباترین رستوران‌ها دقیقاً کجان و چه شکلی‌ان؟ پس تا آخرین ویدیو با ما همراه باشین که می‌خوایم 10 تا از زیباترین رستوران‌های دنیا رو به شما معرفی بکنیم که شاید براتون خیلی جالب باشه. شماره 10 این لیست احتمالا خیلی از شنیدنش خوشحال بشین، یک رستوران ایرانیه به اسم آریانا پرشین چیکن که در دبی واقع شده. نکته جالب داستان اینجاست این رستوران به قدری تو دبی معروفه که حتی خود شیخ‌های عرب هم میان داخل اونجا غذا میخورن. بدون معطلی میریم سراغ رستوران بعدی. رستورانی به اسم رینا ان لاره که در شهر ملبورن استرالیا واقع شده. این رستوران زیبا و کلاسیک مثل کلیساها طراحی شده که به نوعی سبک شیک به این رستوران داده. به نظر من که خیلی جالبه. نظر خودتون چیه؟ در ادامه با ما همراه باشین که رتبه 8 این لیست رو معرفی کنیم. رستورانی به اسم توجو از کشور برزیل. درباره این رستوران زیبا چیز خاصی نمیشه گفت، ولی بخوایم به طور خلاصه بگیم طراحی قشنگی این رستوران خیلی میتونه وایپ خوبی به مشتری‌ها موقع غذا خوردن بده. بریم سراغ رستوران بعدی این لیست که رستورانیه به اسم واریدور بیچ کلاب از کشور کاستاریکا. و بله همینطور که دارین نگاه میکنید این رستوران سبک جزیره‌ای داره که خیلی میتونه حس خوبی رو به آدم بده و مخصوصا اونایی که خیلی به طبیعت علاقه دارن. پاریس جزو اون شهرهایی که من همیشه دوست داشتم بهش سفر بکنم و یک بار ازش دیدن بکنم. می‌دونین خب شهر خیلی قشنگ و زیباییه. رستوران بعدی هم که می‌خوایم به شما معرفی بکنیم از شهر پاریسه به اسم بلانس و همینطور که دارید می‌بینید این رستوران عجیب طراحی کاملا سفیدی داره که از لحاظ روانشناسی میتونه آرام بخش باشه. البته بعضی‌ها هم ممکنه کلافه کنه. من که اصلا دوست ندارم، ولی خب شاید شما دوست داشته باشین. خوشحال میشم اگه نظرتون رو کامنت کنید. اگه تا اینجای ویدیو رو نگاه کردین خوشحال میشم که ما رو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنین و حتما نظراتتون رو تو کامنت ها بنویسین. رستوران بعدی که میخوایم به شما معرفی بکنیم باز از شهر پاریس، رستورانیه به اسم ریوریا فوگا. این رستوران فوق العاده که تو دریا قرار گرفته منظره خیلی زیبا و خاصی داره و همچنین که هر شخصی بخواد داخلش غذا بخوره میتونه یه تجربه لذت بخش و پر آرامشی برای خودش رقم بزنه. بریم سراغ رتبه 4 این لیست که رستورانیه به اسم بفر میلانو که از شهر میلان از کشور ایتالیاست. همونطور که دارین مشاهده میکنید این رستوران طرح کلاسیک و جالب ایتالیایی داره. ایتالیا نسبتاً غذا و سرآشپزی فوق العاده‌ای داره و به نظر میاد غذا خوردن تو این رستوران میتونه تجربه خیلی خوب و جالبی باشه. بریم سراغ زیباترین رستوران تو رتبه بعدی که رستورانی به اسم مادی هایا از کشور مالدیو. همونطور که میبینید این رستوران توی جزیره‌ایه که آبش خیلی شفاف و زلاله و به قدری جذابه که نیاز به توضیح بیشتر نیست. در رتبه دوم این لیست رستورانی که میخوایم به شما معرفی بکنیم رستورانی به اسم نیو سارا از شهر بانکوک از کشور تایلند. این رستوران خیلی جلوه زیبا اونم به سبک آسیایی شرقی داره که حتی توی شب هم خیلی قشنگتره و امیدوارم شما از دیدن این رستوران خیلی خوشتون اومده باشه. و حالا میرسیم به رتبه اول این لیست. رستورانیه به اسم رستوران ایلیس در منطقه بروکلین در شهر نیویورک امریکا. فضای این رستوران خیلی رمانتیک و نسبتاً تاریکه که بیشتر مناسب زوج‌هاست تا خانواده. ولی خب امیدوارم شما از دیدن این رستوران لذت کافی برده باشین. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودین. یادتون نره که این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارین و حتما نظراتتون رو تو کامنت ها بنویسین تا بتونیم از نظرات خوب شما برای ویدیوهای بعدی استفاده کنیم.